روز 3 مای از یک منزل در قبط دهم یک بنای استقامتی در شهر شولک و ولایت مسکو جسد 4 نفر، دو دختر سنشان 11 و 17 و پدر و مادر آنها را پیدا کردند. بنا به فریضه مقدماتی، پدر این خانواده فیروز یاروف که 42 سال داشت، زاده تاجیکستان است، هنوز در پایان ماه اپریل در جریان مناقشه عائلوی اول همسر 40 ساله‌اش یولیا و سپس هر دو فرزند نابالغش را با کارد زده کشته است و بعد چند روز خودکشی کرده است. همسایه‌ها با گذشت چند هفته از سمت این خانه آمدن بوی بد را حس کرده به مقامات خبر دادند. پلیس مجبور شد که در خانه را زده بشکند چون که آن را از درون قلف زده بودند. در بدن مادر و دو دخترش زخم‌های زیاد کور دیده میشد، ولی در بدن مرد یگان زخم مشاهده نشده است. تنها در پهلوی جسد فیروز یاروف شیشه خالی اکسوس پیدا کردند. ظاهراً او اکسوس نوشیده خودکشی کرده است. بنا به اطلاع تلگرام کانال لایف شد، این عائله از لحاظ مالیوی عائله سیروپور بود. فیروز یاروف در یک شرکت مخابراتی در مقام بلند سردار دپارتمنت رشد کار میکرد. یاروف سال 2010 شهروندی روسیه را به دست آورده، بعد چند سال اجاره نشینی در مسکو زمستان سال جاری قرض ایپوتک گرفته در شولک و منزل خود را خریدند. هر دو دختر او در خانه تحصیل میکردند و همسرش یولیا یگانجا کار نمیکرد. گمان میرود که یک سبب قتل بیرحمانه اعضای این عائله میتواند قرضهای فیروز یاروف باشند. با اطلاع لایف شد، یاروف در قمار بازی‌های ورزشی پول کلان میگذاشت و قرضدار شده بود. با این دلیل بین او و همسرش زود مناقشه ها رخ میداد که آخرینش با قتل همسر انجام یافت. ظاهراً یاروف سر قهر فرزندانش را هم زده کشته است. باور می رود که فیروز یاروف بعد قتل زن و دو دخترش چند روز در همان خانه همراه جسدها ایستاده است. از این سیگار زیادی که او کشیده است شهادت می دهد. باقی مانده سیگارها را به شیشه خالی اکسوس از نزد کت خواب فیروز یاروف پیدا کردند. اولگا ورادیی، سخنگوی ریاست تفتیشات ولایت مسکو، گفت در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی آغاز کردند.